بله. خیلی دلنشین بود خوندنش، مخصوصا بعد از جلد دوم جنگ تریاک من این رو خوندم و خیلی حالم رو خوب کرد. بکمن واقعا طنازه، واقعا توانایی نوشتن طنز، خندوندنت همزمان، اینکه گریت رو در بیاره و شوکت کنه از حقیقتی که بهت گفته، واقعا تواناست در این مورد. اینجوری بودش که من واقعا یک خط می‌خوندم می‌خندیدم، خط بعدی گریه می‌کردم و وسط گریه ها من می‌خندیدم. خلاصه که بکمن رو خیلی دوست دارم. بله. به چه کسایی پیشنهادش میدم؟ به کسایی که کتاب‌های قبلی بکمن رو خوندن و دوستش داشتن، چون اینکه این داستان نیست، این زندگی خود بکمنه، از زبون خودشه برای پسرش و اگه میشناسیدش با مدل نوشتنش و روایتش شناخت دارید، اونا رو خوندین و دوستش داشتین، این رو پیشنهاد می‌کنم که بخونید. فارنهایت 451 از نظر شاید به طور کلی شاید از نظر داستانی خب خیلی باگ داشت و به نظرم نشده بود داستانی، اما از نظر پوینتی که می‌خواست برسونه و جملات جذابش واقعا خیلی منو به خودم آورد. خیلی جملات جذابی داشت، کلش رو تقریبا هایلایت کردم. ما شاید زیاد سلیقه من نبود داستانش. بله، یانگ ادالت کلیشه است، یک سری چیزهای حال به هم میزنه، یک سری دیالوگای داره، شاید داستان تکراری، شخصیت دختر تکراری که در اکثر یانگ ادالت ها هست، اما بله چرا؟ چون نوستالژی رو در من زنده کرد، یاد کاراوال عزیزم افتادم و حس فانتزی که اون دوران می‌خوندیم و چقدر الان پیدا کردنشون سخته. این واقعا منو برد اون دوران و همچنین به فیلم‌ها و کارتون‌های دیزنی که بچگی می‌دیدم. خیلی رویایی بود، قشنگ یک داستان فری تیل بود که انگار هنوز بچم و دارم عصر جمعه از تلویزیون یک کارتون دیزنی رو نگاه می‌کنم. اون حس رویاییش رو خیلی دوست داشتم، حس ایمان داشتن به عشق و به یک پایان شاد که در من از بین رفته رو زنده کرد موقع خوندنش. ایرادی که میتونم به این مجموعه بگم تکرار خیلی زیاده یک سری چیزهاست. مثلا بارها با فاصله شاید فقط 5 صفحه این رو میگفت که شخصیت اصلی به پایان شاد ایمان داره. خیلی این رو تکرار میکرد و واقعا گاهی اذیت کننده میشد. یا اینکه من لزومی نمیدیدم در این دنیا هم ومپایرها وجود داشته باشن، چون دیگه ومپایرها خیلی کلیشه شدن و لازم نیست در تمام داستان‌های فانتزی وجود داشته باشن. میتونن داستان‌های مختص به خودشون داشته باشن. البته ومپایرایی که اینطورن خب البته تاش هم دلیل وجودشون منطقی بوده، اما ترجیح میدم این یک دنیای اورجینال باشه و نره سراغ عناصر فانتزی دیگه. میدونی و جلد آخرش هم خب بله، جکس واقعا از کسانیه که من از همون موقع بهش نظر داشتم. اینجا نظرم خیلی چیز فرق داره و خوشحالم که در مورد جکس خوندم. این مجموعه رو خیلی سریع تموم کردم. اگه یک چیزی میخواین که سریع بخونین و پر از رویا باشه و با یانگ ادالت مشکلی ندارین، با رمانس مشکلی ندارین و اگه کاراوال رو دوست داشتین احتمالاً از این مجموعه هم لذت ببرین. فقط یه دقت کنین که این مجموعه ممکنه پر از کلیشه باشه. داستانش شاید همه خوششون نیاد، چون کل داستان حول محور بوسه میچرخه، یک بوسه‌ای که نمیتونن به دستش بیارن. اما گفتم برای من کاملا آره است، چون اون حسی که بهم داد رو دوست داشتم. به داستانش و باگ‌هاش و نحوه روایتش کاری ندارم. اون حس خیلی برای من زیبا بود و ارزشمند بود که منو برگردون به عقب و اونقدر رویاییش کرد. واقعا من اینجوری شده بودم که نمیتونستم پای کتاب بنشم. من رو جادو کرد و با رویای خودش برد. اونم که تکراری شدن کاراکترهای دختر در یانگ ادالت ها دیگه داره یکم اذیت کننده میشه برام، چون انگار هر یانگ ادالتی میخونی داستان فقط یک نفره در دنیاهای متفاوت و کاش یکم بیشتر به عمق اون شخصیت فکر کنم. زرتوت باز هم از عارف گانگ، خب این یکی با جنگ تریاک